از مسجد آمدن من کردم. مسجد در کنج زندان بود، در یک طرف دیگری زندان. بدتر اینه من کردم، گفتن ساعت 6 پدیام است، همون وقت نماز ساعت 4 قضا میشد. آفتاب در تابستان ساعت 4 میبرد الکه یا 3:30 میبرد. بعد آمدن یک روز دیگه گفتن که نماز به جماعت نخوانید. گفتن که طهارت کردن من کردن، برای اینکه اینا میخیزن طهارت کرده آمدن اول نماز من کردن، نماز تنها گزار خواندن هم من کردن، یعنی تا ساعت 6 نشود نمازاتون رو نمیخوانید. بعد آدما نماز اگر در نماز قپن دیله میکردن، آدما اگر آمد بر بالای کراوات میپرتافتن گویا خواب هستن، در نیمی نماز خودشون رو به خواب میانداختن چون که آمد. و همه هم نمازخوان بودن، لیکن نبینید دشمنای اسلام های چخل کرد است. تاجیک نمازخوان مسلمان اومده به نماز شما رو میقپد دیله میکنن. و همه هم نمازخوان بودن، لیکن نبینید دشمنای اسلام های چخل کرد است. تاجیک نمازخوان مسلمان اومده به نماز شما رو میقپد دیله میکنن. نمازخوان مسلمان اومده به نماز شما رو میقپد دیله میکنن. یکی از اعتقادات راسخی که بسیار زیاد در قرآن و سنت بیان شده هست و چی از مسئله ولا و برا هست که بعد از واجب بودن توحید و که توحید بفهمیم و بعد از اینکه شرک بفهمیم، لازم است که انسان مسلمان عقیده ولا و برا داشته باشه، چرا که این هم در قرآن و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه بسیار بیان شده. لکن متاسفانه طاغوت‌های عصری امروز بسیار حرص میکنن که به ضد ولا و برا کار بکنن با وسایل مختلف، و به این خاطر اینا چی کردن؟ بعضی اعتقادات باطل را رواج دادن که یکی چیز که زندگی مسالمت آمیز باید داشته باشیم، بین مسلمان‌ها و کافرها باید زندگی مسالمت آمیز باشه. و دیگه عقیده کفری که اینا ترویج کردن و چی هست؟ او بدعت قوم پرستی و وطن پرستی هست که این قوم پرستی و وطن پرستی بالای مردم چی رو لازم میکنه که محبت و دوستی و نصرت به خاطر چی باشه؟ به خاطر امو وطندار باشه و به خاطر قوم باشه، ولو که وطندارش یا قومش از خطرناکتری کافران باشن. و همین قسم رواج دادن که باید احترام کافرها شود. کافرای اصلی که اینا محارب هستن و با مسلمان ها می جنگن، گفتن باید بر از اینا احترام شود به خاطر یکی اینا اهل عهد و ذمه هستن. یک فریبکاری هست، در حالی که کافر محاربی که می جنگه این نه کدام عهد داره با مسلمان ها و نه کدام ذمه داره، بلکه وقتی دستش برسه به کشتن و قتل و جنایات زیاد دست میزنه. و عقیده چهارمی خطرناکه که اینا چی کردن؟ گفتن که باید مرتدا، کسایی که مرتد میشن در جهان اسلام، بر از اینا باید احترام شود. و چی بانا؟ ببینید کلش موضوعات جنگ فکری هست که با ای که چون آزادی عقیده هست و آزادی دین هست، بنابراین کسایی که مرتد میشن باید اونا احترام شون. و در مقابل از این وقتی که باز موضوع موحدین باز اینا را رد میکنن و برای اینا رنگ و رنگ دسیسه میسازن، تا اینکه حتی همون مسلمان هایی که موحد هستن در همون جایی که در جای تولد خود اینا یا کشته میشن یا اسیر میشن و یا هم رانده میشن. و سیاست الطواغیت هذه خلطت المفاهیم على اهل زماننا. و میگه که همین سیاست طغیانگرا که هستن، طاغوت ها که هستن، این میگه بسیاری از مفاهیم در مردم اهل ما، اهل یا مردم این عصر ما، بسیاری از مفاهیم حقیقی را مخلوط ساخته، بین حق و باطل خلط شده. و در بین ما کسایی و نشأ بیننا من ينتسب الى الاسلام، کسایی هستن که نسبتشان به اسلام داده میشه، و من ينتسب للاسلام کسایی هستن که خدا نسبت به اسلام میتن، ولا يعرف اصل دینه و اصل دین خدا نمیشناسه. و اصل الدین و قاعدته امران، در حالی که اصل دین و قاعده اساسی دین چی هست؟ دو اساس یا دو امر است. الاول والامر بعبادت الله وحده لا شریک له. اولش چی هست؟ که عبادت الله را بکنی به یگانگیش که بر او شریک پیدا نکنی. و تحریض علی ذلك، و مردم به این تشویق بکنی که عبادت الله را بکنن. و الموالات فیه، و دوستی به خاطر الله باشه و به عبادت الله باشه. و تکفیر من ترکه، و تکفیر بکنی کسی که الله را به وحدانیتش عبادت نمیکنه. و ثانی و دوم امری است که الانذار عن الشرک، که الله متعال ما را چی کرده؟ ترسانده از شرک فی عبادت الله، در عبادت الله. و تغلیظ فی ذلک، که این انسان دیگه بسیار غلظت از سختی هست. و المعادات فیه و تکفیر من فعله، که معادات هم در امی شرک باشه که کسی به الله شریک میسازه و یا کافر میشه به الله، دشمنی هم باید در امی راستا باشه. و تکفیر من فعله، تکفیر کسی که این را انجام میده.
وهذا الكتاب المفيد الذي بين أيدينا يضم رسالتين. میگه کتابی که در پیش ما هست این شامل دو رساله میشه که یکیش الدلائل فی حکم موالات اهل الشرک است که به نام دلائل در حکم موالات کسانی که موالات و دوستی میکنن با اهل الشرک، و دیگر رسالهش به نام اوثق عور الاسلام است که كلتاهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله، فنسأل الله تعالى أن ينفع بهما المسلمين.